و پیامبر محبوب صلی الله علیه و سلم امتاش بشارت داد والذی نفس محمد بیده لخلوف فم الصائم اطیب عند الله من ریح المسک. قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، بوی دهن روزدار نزد الله ذوالجلال از مشک عنبر خوشبوتر است. وقتی بوی دهن از مشک عنبر پیش پروردگار خوشبوتر است، تصور کنید که ذکری که ما میکنیم، اللهی که ما و شما میگیم، صلواتی که بر محمد میفرستیم، به خدا قسم این حساب نداره، در هیچ ترازوی این برداشته نمیشود. هیچ ترازو برداشتی این عمل خیر نیکی با شما را ندارد. الله اکبر. و برای روزدارای ماه شریف رمضان، برای او جوان مردایی که شبهای رمضان را به ختم قرآن گذراندن، تبریک تهنیت خود بیان میکنم. خوشا به حال تو، الحمدلله بنده خدا بودن اثبات کرده، الحمدلله امت محمد صلی الله علیه و سلم اثبات کرده. خدای بزرگ بشارت داده است تتجافا جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا و طمعا و مما رزقناهم ينفقون. این بندگان من که کاواک میکنن پهلوهاشون به شب، بستر گرم ترک میکنن، از بحر خواب میگذرن، عبادت خدا را میکنن و با اون مقدار رزق و روزی که خدای تعالی براشون تهیه و آماده کرده است اکتفا میکنن، لقمه حلال میخورن. اینا مرتبه و منزله چون به حدی هست که براشون میگه خدای تعالی در جنت نعمتهای آماده کرده است که فلا تدری نفس ما اخفی لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا یکسبون. هیچ شخصی نمیدوند، هیچ چشمی ندیده است، هیچ گوشه نشنیده است، حتی در گوشه خاطر کسی خطور نکرده است که خدای بزرگ در بدل عباداتی که ما و شما کردیم، در بدل این عمل خیری که ما و شما کردیم، در جنت المأوا برای ما و شما چی آماده کرده است. خشنودی دیگمی بنده روزدار فردا روز قیامت است. وقتی که رمضانی که پاس داشتیم، روزها روزه گرفتیم، از شهوات نفس خود باز داشتیم، در پیش پروردگار بزرگ قائم می شود که یا ربی انی منعته الطعام و شهوات بالنهار فشفعنی فیه. پروردگارا من همین بنده تو را به شبهای بر روزهای روزه از خوردن و آشامیدن و از شهوات باز داشتم، پس شفاعتی مرا در حقش قبول کن. بعدا این قرآن را که الحمدلله به شبهای رمضان ختم آن رو بگذرونیم، قرآن صفت پروردگار، کلام الله ذوالجلال پیش خدا التجا میکند یا ربی انی منعته النوم باللیل فشفعنی فیه. پروردگار منی بنده تر به شبها از خواب باز داشتم، پس شفاعتی مرا در حقش قبول کن. و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم او شما را بشارت داده است فیشفعان. البته شفاعت رمضان و شفاعت قرآن عظیم الشان در نزد پروردگار مقبول است، خداوند میپذیردش. الله اکبر. بعدا رمضان التجا میکرده است اللهم توجه بتاج الکرامه. پروردگار را در سر روزدارای ماه شریف رمضان تاج کرامت بگذار. روزدارای ماه بزرگ از تمام دیگر مردم در صحرای محشر علیه متمایز میگردند با تاجهای کرامتی که در سر دارند. هر کسی میبینه میگه این روزدار ماه شریف رمضان است، درجه را ببینه. بعدا وقتی که مؤمنان نزد در جنت نزدیک میشوند، طلبگارای جنت زیادند، او کسایی که پراپوس گرفتن عددشو زیاد است. در نزد در ازدحام زیادی است. در نزد 8 در جنت، در ریان پرت خود جنت هم میکشویند، ندا میشود ای روزدارای ماه شریف رمضان، شما مهمانای خاصه پروردگار هستید، مرحمت کنید، تشریف بفرمایید. با یک آبرو، با یک عزت وارد جنت المأوا میگردند و خداوند متعال از دیدار بی‌مثالش اونا را مشرف میگردوند. بعد خرسند میشود که الحمدلله که ما اهل رمضان بودیم، الحمدلله که ما خاطر پروردگار را پاس داشتیم. بزرگی امت محمد صلی الله علیه و سلم از تمام دیگر امم در همی است.
ما از دیگران زورتر نیستیم، ما از دیگران ثروتمندتر نیستیم، ما از دیگران زیباتر نیستیم. پس چرا خدای تعالی ما و شما را وصف کرده است در قرآن؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین امتی هستید که در طول تاریخ بشر پا به عرصه هستی گذاشته اید. حضرت خداوندی میگه تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله، زیرا که شما امری به معروف میگفتید و میشنیدید، از منکرات هم دیگر را باز میداشتید. شما ایمانی خالص به خدا داشتید. وقتی امری پروردگار شد کتب علیکم الصیام، شما روزه گرفتید. وقتی امری پروردگار شد اقیموا الصلاة، شما نماز خواندید. وقتی خدای بزرگ و آتوا الزکاه امر کرد زکات مالاتون را داده. وقتی پروردگار ندا کرد ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، سفر حج اختیار کردید و خانه خدا را زیارت کردید. بزرگی و مرتبه و منزلت امتان محمد صلی الله علیه و سلم در همین از برادرای عزیز و خدا قسم در چیزی دیگر نیست. کما کتب علی الذین من قبلکم، همین روزایی که بر ما فرض گشته است در بعضی تفسیرها اومده است بر روایت از حضرت امام حسن بصری میگه همین رمضان بر دیگر قوم را فرض گشته بود. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، بر دیگر امم همین رمضان فرض گشته بود. امام حسن بصری میگه یهودی ها از میان یک ماه رمضان ماه ترک کردن، یک روز اختیار کردن، روزی را که خدای تعالی بنی اسرائیل از چنگال فرعون و فرعونی ها نجات داده است. و نصرانی ها هم همین ماه شریف رمضان براشون فرض گشته است. امام حسن بصری میگه که سال رمضان مثل این سال ما در عین چیله تابستان آمد، در تموز گرمی، از بس که به حد به طاقت شدن مصلحت کردن این خدا جان یا را مست کنه که یا قول همون اپیسکوپوس را از قول خدا بالا میمونن. اتخذوا احبارهم و رهبانا اربابا من دون الله، اینا کسایی هستن که اپیسکوپ و پاتریارخ روین هاشون نعوذ بالله گپش از گپ خدا بالا گذاشتن که گمراه شدند و به غضب خدا گرفتار شدند. مصلحت دادن اپیسکوپا که بیایه بخریم رمضان در یک فصل معتدل میمونیم، در فصل بهار که نه گرمه نه خنکه، و همون کارم کردن. از بس که جنایت کردن فرمان خدا را از بس که اینا یک طرف گذاشتن، برای جبران جنایت امر شد که 10 روز دیگه علاوه کنید. رمضان را که 29-30 روز است 40 روز کردن. از بین چند مدت گذشت یکی از امپراتورهای بیزانس، یکی از قیصرهای روم بیمار شد. پیش خدا نظر کرد که اگر من شفا بیابم 7 روز دیگه کوشش میکنم، یه هفته دیگه. نمی دین خدا را رنگ کارتور استفاده میکنن جوان مردم. خداوند میگه شفاش داد، گرفت 7 روز دیگه علاوهش کرد 47 روز شد. وقتی این امپراتور مرد رفت جاش در کسی دیگر شد، گفت چون میکنی مایده بازی کرده 47 48 بیا یا برا زکریاتش کنیم 50 کنیم. گرفتن 50 کردن. ولی یک برشای پستی که دارن نصرانی ها 50 روزه، اما متاسفانه یا را صدقه را روزه کنن، حکمت روزه را که نمیدونن، فقط گوشت روغن حیوان میخورن. دیگه میوه را میزنن، شکم سیری گوشت ماهی را میزنن. ما و شماییم که صبر تحمل کردیم که درجه و منزلت ما اینقدر بالا شده است. بزرگی ما و شما در همین است. همدیگر را باید تبریک تهنیت کنیم.